بیننده عزیز درود. روزی نخستین هفته بخیر و شادی باد. امیدوارم این صبح را با طبع خوش و بالیده آغاز کرده. امروز دوشنبه 17 دکبر است. نشر نوبتی نوید بامدادی را با خبرهای تاجیکستان و جهان من عبدالله اشرف به شما تقدیم میکنم. نخست نظر میاندازیم به وضع باد و هوا در شهرهای دوشنبه و پراگ. هوای شهر دوشنبه 3 درجه گرمی دارد و دوام روز تا 15 درجه گرمی پیش بینی می شود. فرآمدن مه و بارشات نیز در نظر است. هوای شهر پراگ قرارگاه مرکزی رادیو آزادی خیلی سردتر از شهر دوشنبه است. عین زمان حرارت هوا 1 درجه زیر صفر است. دوام روز تا 2 درجه گرم خواهد شد. نوید بامدادی را با خبر از ولایت بدخشان تاجیکستان آغاز میکنیم. حکومت ولایت بدخشان بار دیگر از وجود پاستگاه یا دیدبانگاه‌های مخصوص در شهر خاروق حمایت کرد. از ماه سپتامبر امسال به این طرف در شهر خاروق و بعضی ناحیه‌های دیگر ولایت بدخشان پاستگاه‌های مخصوصی نیروهای پلیس فعال هستند و ترتیبات به خصوص حرکت ماشین‌های سیاه شیشه و بی رقم را نظارت می‌کنند. خدمات مطبوعاتی حکومت ولایت بدخشان در یک بیانیه کوتاه گفت که وجود پاستگاه‌ها سبب شده است که حرکت ماشین‌های سیاه شیشه غیر قانونی و بی رقم از بین بروند. این نتیجه تشکیل پاسگاه‌های مخصوصی نظارتی در شهر خاروق، ناحیه‌های شغنان و روشان و راشد قلعه میباشد میگویند مقامات بدخشان. اینچنین به قول مقامات تنبشوی ماشین‌ها در راه‌های خاروق هم از بین رفته است. به گفته آنها پیشتر در نزدیکی بازار مرکزی خاروق تنبشوی ماشین‌ها با وجود آمده حتی تا 1 ساعت ادامه می‌کرد. آنها گفتند به خاطر جلوگیری از تنبشوی ایستگاه ماشین‌های سمت شهر دوشنبه به محله تیم شهر خاروق و ایستگاه ماشین‌های سمت ناحیه مرغاب به محله خاروق بالا کوچانیده شد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ماه سپتامبر امسال در یک سفر کاری به ولایت بدخشان از حضور افراد به قول او جنایت پیشه در این ولایت تنقید کرد و به دنبال این در سطح عالی ولایت تغییرات کادری به عمل آورد. تنقید رئیس جمهور ناراحتی را در بین گروه‌های با وجود آورد که از آنها به عنوان افراد تاثیرگذار و یا رهبران غیر رسمی نیز نام میبرند. تغییرات کادری در این منطقه و سر کار آمدن رهبر پیشین بنیاد آقاخان در تاجیکستان یادگار فیضوف پیشگویی های را که وضع بدخشان میتواند با شیوه سال 2012 پیش رود خنثی کرد. با آنکه حادثه های کوچک در ماه‌های گذشته در مرکز مأموری این ولایت جای داشتند، مقامات نو توانستند آنها را با راه گفت و شنید به اهالی محلی حل کنند. بیننده ارجمند رو آوریم به خبر دیگر. حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است که از بالاروی ناگهانی و بی اساسی نرخ مال و محصولات مهم اجتماعی از جمله بنزین و سلیارکا و گاز مایع جلوگیری کند. به این منظور حکومت قرار مخصوصی را صادر کرده است که نام آن قرار نقشه پیشگیری ریسک‌های احتمالی به اقتصاد ملی عنوان داشته و از طرف پرزیدنت امامعلی رحمان به امضا رسیده است. نسخه قرار مذکور روز 16 دکبر دسترس رادیو آزادی نیز شد. قرار حکومت تاجیکستان که برنامه قبلی ضد بحرانی را عوض می‌کند از 24 بند عبارت است. یکی از بندهای برنامه اداره‌های بلوک اقتصادی تاجیکستان را موظف می‌کند تا نگذارند که نرخ مواد مهم اجتماعی از جمله بنزین و سلیارکا و گاز مایع یکباره بلند شود. امسال حداقل 3 دفعه نرخ گاز مایع و پس از آن بنزین در تاجیکستان گران شد. ماه ایون نرخ 1 لیتر گاز مایع در تاجیکستان یکباره تا 40% گران شد که ناراضگی رانندگان خصوصا رانندگان نقلیات جمعیتی را به بار آورد. در 2 هفته ماه ایون امسال قیمت 1 لیتر گاز مایع از 3 سومانی و 40 درم تا به 4 سومانی و 70 درم و در بعضی مناطق تا 5 سومانی دکه خورد. آن زمان بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی سبب بالاروی نرخ را در زیر انحصار یا مونوپولی چند شرکت قرار گرفتن بازار مواد سوخت تاجیکستان دانستند. اما پس از 1 هفته فراز یکی از تامین کنندگان اصلی گاز مایع گفت بالاروی نرخ بنابر کمبود گاز و قطع صادرات آن از کارخانه اکتاب منایگاز قزاقستان صورت گرفت. بعد چند ماه شروع انتقال گاز مایع از شرکت قزاقستانی به تاجیکستان هم نرخ گاز دیگر ارزان نشد. حالا 1 لیتر گاز مایع بیش از 4 سومانی
قیمت دارد. قرار حکومت تاجیکستان مسئولیت نگاه داشتن نرخ سوزشوار را بیشتر بر دوش وزارت انرژی و ذخیره‌های آب و خدمات ضد انحصار گذاشته است. دولت تاجیکستان گاه هنگام یکباره بالا رفتن نرخ بنزین با استفاده از ذخیره‌های آژانسی دولتی به بازار مداخله مالی میکند و بنزین را با نرخ نسبتاً ارزان به فروش میبرارد. اما در مورد گاز مایع ظاهراً اداره‌های دولت دست کوتاهند. در تاجیکستان اکثر نقلیات خرد و بزرگ در برابر بنزین از گاز مایع استفاده میبرند، به خصوص نقلیات مسافرکشانی و باربر. به همین دلیل بالاروی گاز مایع به قیمت همه محصولات بازار نیز تاثیر میگذارد. و این بود خبر دیگری ما. بیننده ارجمند، در تاجیکستان شرکت های اصلی وارد کننده مواد سوخت از قزاقستان و روسیه به کشور می آورند. دو شرکت اصلی تاجیکستان گازپروم نفت و فراز نامبر میشوند. این شرکت ها حصه اصلی بازار مواد سوخت، گاز مایع و بنزین را در دست دارند. شرکت های خرد دیگر و نقطه های فروش مواد سوزشواری محصولات را از این شرکت ها خریداری میکنند. سال نو با بودجه بیشتر. برای فعالیت مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان در سال 2019 از حساب بودجه دولتی تقریباً 20 میلیون سومانی معادل بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی جدا شده است. قانون در این باره آخر هفته گذشته در مجلس نمایندگان قبول شد. در مجموع در پالاتای پایانی پارلمان بیش از 270 نفر کار میکنند که بیش از 160 نفر آنها هیئت تکنیکی و خدمترسان هستند. عزیز محمد خال محمدزاده وکیل پارلمان هنگام معرفی طرح گفت مبلغ عمومی سمیته خراجات مجلس نمایندگان برای سال آینده نسبت به امسال 2,730,000 سومانی بیشتر شده است. او گفت بنابر تحلیل آنها مبلغ جدا شده برای تأمین ضرورت مجلس نمایندگان و ساختارهای آن در سال آینده کافی است. این در حالی است که ماه دکبر امسال معاش وکیلان مجلس نمایندگان از 5,000 به نزدیکی 6,000 سومانی حدودی 650 دلار آمریکایی بالا برده شد. با اینکه معاش رسمی دپوتات‌های پارلمان تاجیکستان نظر به ماهانه دپوتات‌های پارلمان‌های کشورهای دیگر کمتر است، باز هم در مقایسه با معاش دیگر کارمندان بخش بودجتی خیلی بلندتر می باشد. میزان میانه معاش در تاجیکستان بیش از 1200 سومانی معادل 120 دلار آمریکایی است. وکیلان پارلمان تاجیکستان در 5 سال یک بار انتخاب می شوند. انتظار می رود انتخابات آینده پارلمانی سال 2020 برگزار شود. اکثر کرسی های مجلس نمایندگان را حزب حاکمی خلق دموکراتی در تاجیکستان در اختیار دارد. بیننده ارجمند، نویدی بامدادی را با خبرهای خارجی تاجیکستان ادامه می‌دهیم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ میگوید او قضیه افسر آمریکایی متهم با کشتار در سال 2010 را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. مایور مات گولدشتین با کشتار شخص متهم به تهیه مواد ترکنده برای طالبان در افغانستان متهم است. پرزیدنت آمریکا در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است که طبق قانون‌های حکومت او امکان دارد به مرگ محکوم شود، زیرا قتل یک تروریستی مسئول ساختن بمب‌ها اثنای خدمت در خارج آمریکا جنایت است و او را به قتل رسانیده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا امکان زیادی دخالت به محاکمه نظامی را ندارد، ولی میتواند مجرمین را عفو کند. رئیس ارتش پاکستان حکم اعدام 15 جنگجوی را که در محاکمه نظامی مسئول کشتار 32 فرد نظامی دانسته شده است تصدیق کرد. در اظهارات نظامیان پاکستان که روز 16 دکبر به نشر رسید زمان اجرای حکم آشکار نشده است. در این سند آمده است که همزمان ژنرال قمر جاوید بجوس حکم حبسی 20 جنگجوی متهم در حمله ها به نیروهای امنیتی نصرانی پاکستان و تخریب مؤسسه های معرفتی را تصدیق کرد. سال 2014 بعد کشتار بیش از 150 نفر که اکثرا خواننده یک مکتب پیشاور بودند، پاکستان منع اجرای حکم قتل را از بین برد. حمله مکتب پیشاور 16 دکبر سال 2014 به وقوع پیوسته بود.
اداره دادستانی کل افغانستان از اتحاد بین‌المللی فوتبال و یا فیفا تقاضا کرد که شهادتی بدرفتاری جنسی و جسمانی نسبت زنان منتخب فوتبال زنان افغان را آشکار نماید. روز یکشنبه جمشید رسولی سخنگوی دادستان کل افغانستان به خبرنگاران گفت که تقاضا یک بخش از تفتیش اتهام است. بر پایه این ادعا مردان مسئول اتحاد فوتبال افغانستان در نسبت زنان این منتخب بدرفتاری کردند. 12 دکبر فیفا رئیس اتحاد فوتبال افغانستان کرام‌الدین کریم و 4 نفر دیگر را برای 90 روز یعنی دوره تفتیش اتهام از اجرای این وظیفه برکنار کرد. بار اول در ماه نوامبر روزنامه بریتانیایی گاردین درباره اذیت جنسی و جسمانی زنان فوتبالباز افغانستان گزارش داشت. نشریه نوشته بود که آزار زنان در قرارگاه مرکزی اتحاد فوتبال افغانستان در شهر کابل و ماه فوریه سال روان در اردوگاه تمرینی واقع در کشور اردن گویا جای داشته است. در شهر تلاوی در شرق گرجستان 16 دکبر مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت پنجم این کشور سلام زورابیشویلی برگزار شد. او ماه نوامبر در دور دوم انتخابات پرزیدنتی گرجستان برنده اعلان شد. زورابیشویلی پس از یاد سوگند گفت فرزندی مهاجران گرجی است که سال 1921 در نتیجه حمله ارتش روسیه از گرجستان به درگاه شدند. او هم عملهای کنونی روسیه را در جمهوری‌های خودخوانده ابخازستان و اساتیه جنوبی اشغالگری نامیده با آشتی با برادران ابخازی و اساتینی دعوت کرد. افضلیت اساسی سیاست خود را پیوستشوی گرجستان به ناتو و اتحاد اروپا نامید. با سوگند یاد کردن پرزیدنت تازه انتخاب گرجستان کنستیتوسیون نو این کشور نیز به اجرا درآمد. بر اساس آن گرجستان به نظام جمهوری پارلمانی خواهد گذشت. هنگام برگزاری مراسم سوگند یادکنی در نزدیکی شهر تلاوی میان کارمندان پلیس و جانبداران مخالفان متحد زد و خورد به میان آمد. مخالفان می‌خواستند به محل چهاربینی راه یافته آنجا تظاهرات برپا کنند. پلیس تمام راه را به تلاوی بست و کاروان مخالفین نتوانست به شهر وارد شود. کارمندان حفظ حقوق از تکنیک مخصوص استفاده نکردند و یگان اعتراضگر نیز در این جریان بازداشت نشد. بیننده ارجمند، یادآور می‌شویم شما نوید بامدادی را از رادیو آزادی تماشا دارید. برگردیم باز به خبرها از تاجیکستان. خبرنگاران تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان از جمله شبکه تاجیکستان و جهان نما دستور گرفتند که از این به بعد بیشتر به تهیه گزارش‌های تحلیلی و تنقیدی بپردازند. بنابر نسخه رویخطی که روز 16 دکبر دسترس رادیو آزادی شد، به خبرنگاران این دو شبکه دست کم تا 70 موضوع تحلیلی و تنقیدی پیشنهاد شده است. موضوعها از ساختمان ناتمام گرفته تا تحصیل در واگن‌ها، راه‌های خراب و ولنگار، بحث زمین و افراط‌گرایی، حجاب، کمبود آبی آشامیدنی، پرتوها از فعالیت بازماندن کارخانه‌ها و عامل‌های فربه‌شوی را در بر می‌گیرند. معلوم نیست که این فهرست موضوعها کی و از طرف کی قبول شده است. در نسخه فهرستی که در دست ما قرار دارد گفته می شود با تهیه این گزارش‌ها شعبه‌های اخبار تلویزیون‌ها مشغول می‌شوند و چون این گزارش‌ها باید پیوسته پخش کردند. بعضی از خبرنگاران تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان وجود چنین رویخط را تصدیق کردند، اما گفتند که این یگان سندی رسمی نیست و تنها موضوعهای پیشنهادی از طرف رهبران خود آنهاست. با این حال رسانه‌های تاجیکستان طی بیش از 3 سال باز دوران مشکلی را پس سر می‌کنند. تا کنون چند نشریه و آژانس‌های خبری از جمله تاج نیوز و آزادگان از فعالیت ماندند. تاجیکستان سال 2018 در شاخص آزادی مطبوعات از میان 180 کشور در مقام 149 قرار گرفت. کشورهای غربی و سازمانهای بین‌المللی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که با سایت‌بندی‌ها و مانع‌گذاری به کار خبرنگاران خاتمه دهند و به آزادی بیان که یکی از رکن‌های اصلی دموکراسی است احترام بگذارند. اما حکومت همواره پاسخ می‌دهد که مانع کار خبرنگاران نشده است و از کار ماندن بعضی رسانه‌ها به مشکل اقتصادی خودی آنها وابسته است. بیننده ارجمند، در پایان این نشر نوید بامدادی همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قرب امروز مقرر کرده بانک ملی $1 آمریکایی
9 سومانی و 41 درم، 1 یورو واحد پولی اتحاد اروپا 10 سومانی و 64 درم و 1000 روبل روسی 141 سومانی ارزش دارد. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان این نشر نویدی بامدادی. اخبار از این بیشتر در سامانه cw.azadi.org قابل دریافت است. برنامه‌های نو و جالب ما در پیشند، با ما بمانید.